دیگه از جاهای دیدنی توی هرمز دره تندیس هاست. یه دره‌ای که ارتفاع داره و زیر دریاست و یه ویو خیلی باحال و جذابی داره این دره. حالا چرا داشتن مجسمه؟ چون مثلا تو مسیر اومدن مثلا گفتن که این شبیه اینه، این شبیه اینه، مثلا یکم جلوتر شبیه کله سوسماره، یکی مثلا شبیه کله عقابه و سر همین یه اسم براش گذاشتن. ولی جاده باحالیه، یعنی هم جاده خیلی خوبی، همین که مثلا جاده خشکی رو میری یهو مثلا میبینی دریا میشه و یه منظره خیلی جذابی و رقم میزنه. حالا ما میگم چند ساعت بیشتر هرمز نیستیم و احتمالا ساعت 2-3 بخوایم برگردیم، ولی اگه خواستید اقامت داشته باشین اینجا غروبش خیلی جذابه، غروب خیلی خوشگلی داره اینجا. بریم حالا ببینیم. فعلا یه مسیر حدودا 15 دقیقه باید پیاده برید. ساحل خاک قرمز هرمز که الان اینجا همین میبینید خاک قرمزه و دست من قشنگ مثلا زدم قرمز شد. پشت منم ساحل نقره‌ایه، یعنی شنای مشکی رنگی داره که انگار توش مثلا برادای شیشه است، برق میزنه. اینجا هم یکی از جاهای خیلی باحال جزیره هرمزه. خیلی الان توریستی شد، مثلا 3 سال پیش هیچ مغازه‌ای نبود. الان یه دقیقه بذار الان اینجا پر مغازه. یعنی من 3 سال پیش قبل کرونا دیگه 3 سال پیش اومدم یه دونه این مغازه ها نبوده، اینجا هم اینجوری نبود. بازم خوبه حالا درآمدزاییه دیگه. ولی اینجا الان قرمز خیلی اینجا میان و اینا رو میزنن مثلا به صورت‌هاشون. و یه بار برآمده بودم، حالا راست و دروغش با خودش میگم اینا تو صنعت رژ لب سازی خیلی کاربردیه، برای همین هرچی خاک قرمز بود رو هی اومدن و بردن چون خودش رنگ قرمز رو داره و شیمیایی هم نیست طبیعتاً دیگه و باش توی لوازم آرایشی بهداشتی مثلا درست میشه. این هم از این. حالا بریم یکم بچرخیم خاک قرمز رو یکم نگاه کنیم و اینا.
توی ساحل خاک قرمز یه نوشیدنی اسم زیتون محلی سفید هم هست با یخ فراوون. اینجا طبیعتا گرمتون میشه مثلا خوردنش، من که تهران ندیدم ولی شربت میزنه، خیلی آب میوه طور نی، شربت طوره آره، ولی خوردنش خالی علاته چون پر یخ. خب یکی دیگه جاذبه های باحال حتی جنوب کشور، از قشم و اونورا بگیر تا چابهار و گواتر، جنگل هراس، گیاهایی که دیروز راجبشون صحبت کردیم، رفته بودیم قایق سوار شدیم روستای ساحل دهخدا، الان یه ریشه هاشون بیرونه که اکسیژن بتونن بگیرن. حالا یه جا من شنیدم آب شیرین کنن. خب اینم از یه سفر کوتاه نیم روزه به هرمز. ساعت حدود 6 صبح حرکت کردیم و الان 2 بعد از ظهر برگشتیم به قشم. حالا این نیمروز تو قشم الان وقت داریم بریم ببینیم که کجا میشه رفت. ژیار به وسعت ایران. یه چیز هم راجبه لافت بگم، مردمان خیلی صمیمی و خونگرمی داره.